رحمت بچه‌م رحمت. به این رو در جمونم. بیو. کاشی موسا کده؟ نه ما ترا در این نمیشوی هیچ جا نمیمونم. بیرون بیچ خلقه. چند رنگ میکنه خاله جان ما برام. ما اوچه زنگ میزنم بچه‌م. بیو. شب میستی در خانه ما. بیو رفتیم. بچه جون. بیرو جون بگی بچه‌م اینم قطعه گرم بگی. شرم ندار. بگی. برو با پیش خورشید خوب که جوگت پرتفتگیه خوب میکنی در پیشش نه خاله جان همجام صد فایده خواه میکنی همجا خوب میری؟ مال خیلی خوب که مال ما چه خطی بچه های میرفتن خواه میکدم همجا دمیزنم خواه صبح خیر. کیه شما؟ من خورشیده. شما کی؟ من گوسولا. زنهای عزیز میخواهید در خانه نشسته به تجارت مشغول شوید و معاش و درآمد زیادی به دست آورید. پس شما را برای کار در شرکت فابرلیک دعوت میکنیم. زیرا این یگانه شرکت است که شما می توانید به دولت‌های خارجه نرفته تجارت خود را آغاز و مال و محصولات را از دست یکم گرفته صاحب درآمد و معاش نغز گردید. همچنین شرکت فابرلیک برای خریداری کردن مال و محصولات به شما تحفه‌ها پیشنهاد می نماید و یگانه اینترنت مغازه می باشد که دارای امکانیت‌های خیلی خوب است. محصول این گفته‌ها شما می توانید به سایت اینستاگرام ما یا این که به نامری واتساپ ما مراجعت کنید. آموزش رایگان است. زنهای محترم فرصت خود را از دست ندهید. کالیور مادام گیاکا پرامای بدرو اکا دارویه از به اکا جان چند زنگ زیسته لابایو چا ما شما را چند بار گفتم چما را زنگ نزنین تیز همی خونه دایم مالیو چم زنگ تو میزنم بخنو بخشید مالی خیر چا کده که؟ کده دار جون نسته که جان باور که بیزارم که دیگه نمیخونه گیو اما مشکه رسی زنگ میزنه که میگه من باید بکارم چا که دیگه که خلق هیچی نه دار جون گفتم من خبر بگیرم بهترین کار که چیه که نشتیم خونه چا که دیگه که جانی ما هیچ نه نوای کار برماندم همی اولیکام امروز دادم نصیب انشاءالله بگه در جای اوراق با میخنیم تمام گب نیست خب دودار جان من در اومدن نسرین نبود حضر عروس زنگ زد سره از نسرینت پیدا شدن اکا جان باور که اول در اومدن در مادرم زنگ زده بودم مسکوت بیزارم که دیگه هم قمک شما را زنگ نزنین با خوتیر میشم اگه تی در جای دودار جان این دیده سیم 2 سال جات کسیم که اوچای ما زنگ زدن نه که خودت میدونی که 2 سال پیش گذشتگی اوچای ما این دخترایی که ترا زنگ زده سن یو ورمنیان دودار جان اکالیو جان التیموس اکا جان خما نسرین نیست اکا با دمی وقت باجه پدرش کم کنی نصیحت کدسی اکا نفهمدش سمتر اکا دودار جان گپای ما سخت نرسه او نه که بطره یک کسوک حقیقت های ای عروسا فایده نیست کدام آدم ای عروس فایده دیده زنگ زدگی یا ورمنیا مقصد مادر نگاه چند سال که در اسیا برای تو کار کردسته برای همین مقصد با خاطرش برز زنگ زدن مادر پس وقته دولت میشه دودار جان خیلی من تو در سویت بود دودار جان باز من میرم قطعی و چجان خوش رو بشی گبزه بگم ببینم